سلام امین جان. سلام. خوبی؟ مرسی مصاحبه میکنی. قربونت، وظیفه است. میخوام بدونم 0 تا 100 دوربین رو برامون توضیح بدید. ممنون. ببین، دوربین یه چیزیه که باعث میشه هر کی بذاره پیشرفت کنه تو زندگیش، یعنی به نوعی باعث پیشرفت آدم هم میشه تو زندگی. بعد منم توصیه میکنم به عنوان یه متخصص این کار که همه یه دوربین بذارن داخل خونه‌شون که راحت‌تر بتونن زندگی بکنن. میشه فرآیندش رو توضیح بدی بی زحمت؟ فرآیندشو؟ آره. فرآیند پیشرفتشو؟ فرآیند پیشرفت و نصبشو، دوربین کنترل و همه چیشو. ببین خب برای دوربینای داخل خونه دوربین موتورایز میذارن چرخشی که راحت همه جای خونه رو بتونن بگیرن، یعنی به عنوان یه متخصص دارم اینو میگم. بعد داخل بیرون ساختمون استفاده میکنن، داخل پارکینگ استفاده میکنن. من خودم هم مشاوره میدم، پروژه های بزرگم انجام میدم، ویلا، قهوه خونه یا مغازه دیگه. همین دیگه چیز خاصی نداره نصبش، یه کابل و یه باکس و یه ترانس و با یه دونه DVR با یه دونه مانیتور. بعد تجهیزاتش چجوریه نصبش؟ مثلا یه روز طول میکشه؟ چقدر طول میکشه؟ بستگی داره چند تا دوربین مثلا بخواید بزنید. مثلا یه دوربین داخل خونه نیم ساعت طول میکشه، مثلا یه مغازه 3 تا بخواد یه نصف روز میکشه. بستگی به محیطش و جاش داره که ابعادش چقدر باشه. بعد حرف دلت چیه تو این کار؟ حرف دلم اینه که آرزو موفقیت میکنم واسه همکارام. به دوستای خودم هم پیشنهاد میدم که یعنی پروژه یا کاری بگیرم به اونا میگم که بیان همراه من نصب کنن و یاد بگیرم. مورد خاصی دیگه نیست بگی؟ نه دیگه. خیلی ممنون، مرسی. قربونم.